به نام یگان آفریدگار عشق و آگاهی. سلام به شما همراهان چله قانون جذب. سلام. برازنده هستم، خیلیم برازنده هستم. در خدمت شما با مراقبه پنجم از چله قانون جذب. بیاد داشته باش هزینه استفاده از این تکنیک اینه که اون رو در اختیار 10 نفر دیگه قرار بدی. 10 نفری که به این تکنیک نیازمندن یا علاقمند. میتونی از طریق تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی این تکنیک رو براشون فوروارد و ارسال کنی. در حالت تمرین و مراقبه نشسته یا درازکش، ترجیحاً درازکش، در راحت ترین فرم ممکن خودتو رها کن. چشمات رو ببند، توجهتو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی. میخوام از طریق چشم سوم نفس عمیق بکشی، دم و بازدم رو از این ساختار انجام بدی، هم آرامش رو دریافت کنی و هم چشم سومت رو تحریک و فعال کنی. پس در حالی که توجهت بر چشم سوم در مرکز پیشانی است، توی تصویر ذهنیت تجسم و احساس کن که دم و بازدم از این چاکرا چشم سوم در مرکز پیشانی انجام میشه. لحظاتی بهت فرصت میدم از طریق چشم سوم نفس عمیق بکش، آرامش رو دریافت کن و لذت ببر. آرامه تمام وجودت. آرامه. حالا میخوام از طریق چاکرای قلب، مرکز احساسات و عواطف، در وسط استخوان جناق سینه نفس عمیق بکشی، آرامش بیشتر و عمیق‌تر رو دریافت کنی و چاکرای قلب رو تحریک و فعال کنی. توجهتو بیار بر چاکرای قلب، چاکرای چهارم، درست در وسط استخوان جناق سینه. توی تصویر ذهنیت ببین و احساس کن که دم و بازدم از این چاکرا وارد و خارج میشه. لحظاتی بهت فرصت میدم از چاکرای قلب نفس عمیق بکش، این چاکرا رو تحریک کن، آرامش عمیق‌تر رو دریافت کن و لذت ببر.
آرام تمام وجودت عمیقاً آرامه. در حالی که آرامش تمام وجودت رو سیراب کرده، بیار یکی از مهمترین و کلیدی ترین نیازهای انسان و سایر موجودات در این کره زمین آب هستش. آب مایه حیات همه موجودات هست و میدونی کره زمین و به ویژه کشور ما ایران با بحران خشکسالی و کمبود آب روبروست. حیات انسان به دامپروری و کشاورزی وابسته است و این دو تا صنعت 100% وابسته به وجود آب و فراوانی آب هستش. خاطر کم آبی و خشکسالی بسیاری از مراکز دامپروری و کشاورزی تعطیل شدند. افراد زیادی بیکار شدند و معضلات و مشکلات زیادی برای جامعه پیش اومده. امروز در مراقبه 5 از چله قانون جذب میخوایم روی جذب فراوانی باران و آب کار کنیم و به این ترتیب وظیفه خودمون رو از نظر قانون جذب در این رابطه انجام بدیم. یقین داریم که این مراقبه ما و این درخواست ها تأثیرگذار خواهد بود. در همین راستا میدونی که فرشته مسئول منابع طبیعی از جمله منابع زیرزمینی آب، سفره‌های زیرزمینی آب، ابر فرشته‌ای به نام آریل هستش. آریل مسئول منابع طبیعی است، از جمله منابع زیرزمینی آب. همچنین این ابر فرشته مسئول تأمین نیازهای طبیعی ما انسان‌ها، همچنین نیازهای طبیعی سایر موجودات از جمله حیوانات و گیاهان هست و آب یکی از طبیعی ترین نیازهای ماست. و میدونی سیستم فرشتگان سیستم درخواست هست، یعنی اون چیزی که میخوایم رو الزاماً باید از فرشته ها درخواست کنیم. میخوایم از آریل مقرب درخواست کنیم که فراوانی آب در اختیار همه موجودات و مخلوقات از جمله انسانها، حیوانات و گیاهان باشه. پس توجهت رو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی حول ارتباط با فرشتگان، همون جایی که با نفسهای عمیق اون رو تحریک و فعال کردیم. در حالی که توجهت بر چشم سوم هست، با تمام وجودت از سر نیاز آگاهانه و عاشقانه با توجه و تمرکز اینجوری از آریل درخواست کن. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. در حالی که توجهت بر چشم سوم در مرکز پیشانی است، این عبارت درخواستی رو با تمام وجودت آگاهانه و عاشقانه تکرار کن. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو برای حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو
بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. آریل مقرب درخواست میکنم فراوانی آب رو بر حیات انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنی. عالیست. عالی. به یاد داشته باش بحران کمبود آب اونقدر جدی است که واقعاً حیات انسان، حیوانات و گیاهان در معرض خطر بسیار جدی است. ما انسان‌ها وظیفه داریم علاوه بر این که از فکر و ذهن و اندیشه خودمون، از علم و تکنولوژی و صنعت خودمون استفاده می‌کنیم تا جلوی این بحران رو بگیریم. نیاز داریم که همزمان از فرشتگان الهی هم درخواست کنیم. یعنی هر دو روش رو، هر دو شیوه رو با هم پیش میبریم. خب فراوانی آب رو به شکل کلی و عمومی برای همه موجودات از آریل مقرب درخواست کردیم. حالا میخوام یه درخواست اختصاصی برای فراوانی باران از فرشته مربوطه یعنی ماتریل داشته باشیم. اون هم اختصاصاً برای کشور و شهر خودمون. هر کسی این درخواست اختصاصی رو برای کشور و شهر خودش میکنه، یعنی همون کشور و شهری که توش زندگی میکنیم. باز هم توجهتو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی، آگاهانه و عاشقانه از سر نیاز با توجه و تمرکز و با تمام وجودت همراه با من اینجوری درخواست کن. ماتریل مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنی. ماتریل مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنی. ماتریل مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنی. توجهت بر چشم سوم هست، آگاهانه و عاشقانه با توجه و تمرکز با تمام وجودت همین درخواست رو تکرار میکنی. ماتریل مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنی. ماتریل مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنی. ماتریل مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنی.
مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. ماتریال مقرب درخواست میکنم فراوانی باران رو بر شهر و کشور ما جاری کنیم. عالی است. عالی. انسان آگاه و عاقل و فهمیده اونی هست که هم از توانایی و قدرت خودش بهره بگیره و هم از سایر امکانات موجود در بیرون از وجود خودش بهره مند بشه. یه انسان فهمیده هم از علم و دانش و آگاهی خودش، هم از تکنولوژی و صنعت خودش و هم زمان از وجود و حضور فرشتگان در تمام عرصه‌های کار و زندگیش استفاده میکنه. تکیه کردن بر توانایی خودمون به تنهایی بدون استفاده از فرشتگان و یا حتی نشستن فقط به امید فرشتگان بدون استفاده از توانایی خودمون، هر دوتاش غلط و اشتباهه. هر دو رو باید با هم داشته باشیم، هر دو رو همزمان استفاده کنیم. هم توانایی و قدرت خودمون، هم حضور و همراهی فرشتگان رو. تو این مرحله از تمرین میخوام بهت فرصت بدم تا شهر و کشور خودت رو، یعنی اون جایی که توش زندگی میکنی رو، سرسبز، قشنگ و زیبا ببینی، همراه با فراوانی باران و بارندگی. ببین و احساس کن که فراوانی باران بر شهر و کشورت جاری است. رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها پر آبند، گیاهان، باغ ها و مزارع سرسبزند، کشاورزان و دامپروران همه مشغول به کار هستند، مردم همه در حال کار و تلاش و کوشش و تولید هستند. هر کس این شرایط رو برای شهر و کشور خودش، اون جایی که توش زندگی میکنه، تجسم و احساس کنه. تجسم تصویرسازی ذهنی و همزمان با اون احساس کردنش یه ابزار قوی برای جذبه. پس وقتی میبینی، وقتی تجسم میکنی، وقتی احساس میکنی فراوانی باران بر شهر و کشورت جاری است، داری فراوانی باران رو جذب میکنی. وقتی تجسم و احساس میکنی همه جا سرسبز، رودخانه ها پر آبه، داری فراوانی آب رو جذب میکنی. لحظاتی بهت فرصت میدم این تصاویر زیبا رو در ذهنت تجسم کن، در دلت احساس کن. فراوانی باران، بارندگی و آب رو برای شهر و کشورت جذب کن و از این کاری که انجام میدی لذت ببر. شروع کن.
ببین و احساس کن که فراوانی باران و بارندگی بر شهر و کشورت جاری است. رودخانه ها و دریاچه ها پر آب، همه جا سرسبز، کشاورزان مشغول کار، مردم همه در حال کار و تلاش و کوشش و تولید هستند. تصاویر رو ببین، احساس کن و فراوانی باران و سرسبزی رو برای شهر و کشورت جذب کن. عالیست، عالی. امروز یه تمرین خوب، یه مراقبه زیبا انجام دادی برای جذب فراوانی باران، بارندگی و آب. یه تمرین اساسی، یه تمرین کلیدی و یه مراقبه حیات بخش. این مراقبه سهم خودت رو، وظیفه خودت رو انجام دادی و یقین داشته باش که مراقبه و درخواست شما اثر گذاره. لحظاتی بهت فرصت میدم تا از آریل، ماتریل و خودت تشکر و قدردانی کنی. یه نفس عمیق بکش. مراقبه ما تمام هست. توجهتو بیار بر جسم فیزیکی. با چند تا نفس عمیق آروم آروم از مراقبه خارج میشی، به حالت عادی و معمولی برمیگردی. چشمات رو باز میکنی و یگانه آفریدگار عشق و آگاهی رو سپاس میگی.